هر صبح یک گروه از فعالان جامعه شهروندی و ورزشکاران میدوند، نه به خاطری که میخواهند از وزن زیادتی خلاص شوند یا تنها تمرین کرده باشند، میدوند تا به کودکان دارای اوتیسم کمک کرده باشند. سلام بیننده عزیز، برنامه نوبتدار در شهر است و با شما هستم امام علی سعیدزاد. در این نشر برنامه پیرامون شهروندانی که با دویدن به دیگران کمک میکنند قصه خواهم کرد. اکسیا که نامش میلی کبود است با اقدام کلوب TJK RUN CLUB به راه مانده شده است و مقصد کمک به کودکان دارای اوتیسم است. هر کسی نوابسته از سن و سال می تواند اشتراک کند. اکسیای مذکور در کشور تازه به فعالیت شروع کرده، اما میان 2 هفته تقریبا تا 600 اعضا دارد. این اولین چنین اقدام است در ما. حالا نمیدونیم آیا پس از انجام آن باز ما چنین اکسیا را میگذرانیم یا نه، ولی اگر همه به خوبی بیانجامد البته باز میگذرانیم. برای اشتراک در اقدام کفایه است که از پلی مارکت برنامه استراوا را بارگیری نمایید و آنجا در گروه TJK RUN CLUB خود را نامنویسی کرده، GPS را در تلفن دستیتان فعال نموده به دویدن پردازید. باید گفت که بعد دویدن هر اعضا به فاند این اکسیا مبلغ وارد می شود. یعنی یک شرکت خیرخواه مبلغ گذاری این اقدام را به عهده گرفته است و هر 1 کیلومتری که شما می دوید 1 سومانی به فاند اکسیا از طرف آن شرکت گذرانیده می شود. با من خودی ایده پسند آمد. وقتی من با دویدن به کسی می توانم کمک کنم چرا نه، و برای این من بسیارتر می دوام. ماموریت این اقدام مبلغ مذکور را برای کودکان دارای اوتیسم مصرف می کنند. طور فیروز عبدالقادرов، یکی از تشکیل کنندگان کلوب TJK RUN CLUB میگوید دامی 2 هفته ای که اکسیا فعال نمودیم، مردم علاقه 9000 کیلومتر دویدن و به فاند تقریبا 9000 سومانی میگذرد. ما مردم را دعوت میکنیم که به ورزش مشغول شوند و در این برابر به کودکان دارای اوتیسم کمک نمایند.